سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. جلسات قبل بهتون قطعات خازن و عمومت رو به صورت کامل تخصصی و با جزئیات کامل آموزش دادیم. امروز میخوایم به قطعه سلف بپردازیم و تمامی موارد مربوط به سلف رو بهتون آموزش بدیم. چند تا نکات تعمیراتی خیلی خوب قرار تو آموزشمون بگیم. در مورد مباحث سخت افزاری سلف، در مورد موارد عیبیابی سلف، چون سلف قطعه‌ایه که زیاد توی گوشا به مشکل برمیخوره و مشکلاتی اهم از تصویر، موارد شارژ خیلی زیاد توی بحث سلف به چشم میخوره. همچنین توی موارد نقشه خونی سلف چند تا نکات خیلی ریز و دقیق هستش که حتما باید یاد بگیرید. بریم در ادامه موارد مربوط به آموزش تخصصی سلف از نوع قطعات SMD رو بهتون آموزش بدیم. خب برای آموزش سلف وارد دانگل نقشه خونی میشیم و نمای برد رو میاریم. همونجور که میبینید کنار CPU دستگاه یک سری قطعات خاکستری رنگ وجود داره که یک نقطه سفید روشون هست. این طرف هم علاوه بر اون قطعاتی که وجود داره پایه هایی هستن که قطعاتی هستن که به صورت خاکستری رنگ شبیه به مقاومت وجود دارن. من اگه بخوام نمای برد رو بردارم، همونجوری که در ادامه مشاهده میکنید سلف ها به صورت قطعات دو پایه هستن که با عبارت L داخل نقشه نشون داده میشن. L2720 و L2740 دو تا سلفی هستن که کنار بیسباند ما قرار دارن و توی نقشه کاملا مشخص هستن. باز زیرشون سلف های متعددی وجود داره، سلف 503، سلف 500K، سلف 502K کامل وجود دارن دورش. همونجور که می‌بینید قطعات دو پایه هستن که به صورت موازی هم قرار گرفتن. اگر که بخوام باز روی نقشه به شما سلف رو نشون بدم، بالای آیسی تغذیه هم همونجور که می‌بینید سلف وجود داره. این سلف ها کاملا سایزهای متغیری دارن به نسبت هم دیگه، چه سلف هایی که به صورت بوستری هستش که سلف های خاکستری رنگ اون دو پایه زیر، و یا چه سلف های معمولیمون کاملا سایزهای متغیری داره. همونجور که شما میبینید این دو تا سلف کنار هم اندازه هستن و در سمت چپشون خب سلف ها اندازه هاشون فرق داره. باز نمای بردو بیارم میبینید که کاملا سلف ها تو رنگ های حتی مختلفی وجود داره و این هم سلف های معمولی ما هستن که تقریبا شبیه به مقاومت هستن. خب هم سایز مقاومت و با سایز بزرگتر روی نقشه قابل مشاهده هستن. باز میبینید عبارت سلف 6007 رو ما اینجا داریم. بخوایم بریم حالا یه قسمت دیگه از سلف های دیگه با رنگ های دیگه رو بهتون نشون بدم. شما اینجا توی کنار مدار آنتن سلف هایی رو میتونید ببینید که توی این قسمت که دارم خدمتتون توضیح میدم سلف هایی رو میتونید ببینید که حالا توی سایزهای خیلی کوچیک‌تر به نسبت سلف های بالا هستن و رنگ بندی اونها آبی رنگ هست، سفید رنگ، خاکستری رنگ و یا حتی ما سلف های دو رنگ هم داریم که به صورت سفید مشکی، سفید توسی یا مشکی سبز هم وجود دارن که ما این سلف ها رو توی بحث الکترونیک به عنوان سلف های چند لایه میشناسیمشون. همونجور که مشاهده کردید این سلف ها رو هم کامل بهتون نشون دادیم. بریم قسمت دیگه از سلف ها رو بهتون نشون بدم که سلف های FL و یا فیلترهای سلف هستن. همونجور که نگاه میکنید دوتا ما FL اینجا داریم که کنار کانکتور تصویر ما هستن و کاملا شبیه به مقاومت، هم اندازه مقاومت هستن که خیلی از دوستان، خیلی از بچه‌ای که دارن تو حوزه تبلیغات کار میکنن ممکنه که اینا رو با مقاومت اشتباه بگیرن. بریم داخل نقشه شماتیک یکی از این سلف ها رو داشته باشیم و ببینیم که توی نقشه چه چیزی در مورد سلف هستش که باید آموزش بدیم. خب دوستان وارد نقشه میشیم. همونجور که مشاهده میکنید سلف رو با همون عبارت L نشون میدن. سلف 2770 کد نقشه هستش. سلف ما واحد اندازه‌گیریش هانری هستش که همونجور که مشاهده میکنید عبارت UH برای نشون دهنده میزان هانری. قطعه سلف تو نقشه نمایان هستش
پارامتر بعدی که قرار توضیح بدیم اینه که سلف 20% ضریب خطای اندازه‌گیری داره. این میزان ضریب خطای مثبت هستش، اینو دوستان در نظر داشته باشید. 2.5 آمپر میزان ظرفیت سیمی هستش که داخل سلف استفاده شده و 52,000 اوم هم میزان مقاومتی هستش که سلف ما داره. شکل شماتیک سلف رو می‌بینید که به صورت هلال هستش و نکته که وجود داره این که سلف از یک سیم پیچ تشکیل شده. پایین سلف ما یک سری نوشته داریم که این کد فنی سلف هستش. حتما اینو در نظر داشته باشید که برای تعویض این سلف حتما باید کاملا قطعه مشابه خودش رو استفاده بکنید. قطعه به صورت قطعه کریتیکال هستش چون توی لاین باک آیسی تغذیه قرار داره و ولتاژ خروجی آیسی تغذیه هستش. اگر که این قطعه به مشکل بر بخوره احتمال خاموشی توی دستگاه و یا عمل نکردن بخش قابل توجهی از مسیرهای برقی ما رو داره. همونجوری که می‌بینید توی لاین‌های باک آیسی تغذیه تو خیلی از گوشی‌ها ما سلف داریم که وظیفه تنظیم جریان‌های خروجی از آیسی رو دارن، نوسان ولتاژ رو میگیرن. همونجوری که می‌بینید همشون هم توی لاین‌های باک آیسی تغذیه وجود دارن. تو سمت راست تصویرم که کاملا سلف‌ها قابل مشاهده هستن. برای ادامه آموزش سلفامون اگه بخوایم صفحات دیگه رو با هم دیگه مرور بکنیم میرسیم به سلف هایی که توی مسیرهای دیگه ما قرار دارن، از جمله سلف های FL یا همون فیلترهایی که فیلترهای سلفیمون هستن. نکته که وجود داره اینه که این سلف ها از لحاظ ظاهری و از لحاظ کد نقشه عین مابقی سلف ها هستن، فقط عبارت FL داخلش هستش که ما میتونیم تشخیص بدیم که این سلف از نوع سلف های فیلتری هستش. و مهمترین نکته که وجود داره این که این سلف هانری نیست و اهم هستش. سلف های اهمی قابل حذف و امکان جامپر زدن توشون وجود داره. 25% ضریب خطا، 1500 میلی آمپر ظرفیت سیم هستش با اندازه بسیار کوچیک 0 تا 0.1 هم اندازه یک مقاومت تقریبا. شما میتونید ببینید تو دوربین واید ما هستش، تو لاین دوربین واید ما هستش. این نکته رو در نظر داشته باشید که سلفای معمولی رو نمیشه جامپر کرد، ولی سلفای FL رو شما یا سلفای هانری رو نمیشه جامپر کرد. سلفای اهمی رو شما به راحتی میتونید جامپر بکنید. این نکته خیلی مهمیه که توی بحث سلف وجود داره. بریم یه نکته خیلی جالبی رو روی نقشه بهتون نشون بدم. همونجوری که میبینید سلف ما رو با عبارت C داره نشون میده. خب همونجوری که میدونید C نشون دهنده خازن هستش. ما قبلا هم گفتیم شماتیک، کاملا شماتیک سلف هستش. و نکته جالب اینه که خب ما عبارت C رو داریم میبینیم، ولی خب باز هم شما به راحتی میبینید که ما نانو هانری هستش، یعنی میزان اندازه‌گیری هانری هستش. 3% ضریب خطا داره این سلفی که وجود داره اینجا. و اگر هم من بخوام نمای خود نقشه رو بیارم، بازم رنگش کاملا رنگ کرمی خازن هستش، در صورتی که خب ما میدونیم که سلف حالا رنگ خازن خیلی به رنگ خازن خیلی کمتر میادش. باز کنارش هم همینطور هستش. حالا در مورد این دوتا سلف یه عبارتی پایینش نوشته بودش که بعداً یعنی در ادامه خیلی مفصل‌تر در مورد صحبت میکنیم. بریم در مورد سلف های موازی توضیح بدیم که خب خیلی زیاد شما ممکنه که توی مدارهای آنتن ببینید و نکته بسیار بسیار مهمی که وجود داره. اینجا ما یک نماد قابل توجه از سلف رو داریم می‌بینیم که دو تا سلف حالت موازی از هم وجود دارن. به این سلف ها میاد سلف های هسته آهن که به صورت چند پایه روی برد قرار میگیرن، به صورت 3 پایه، به صورت 4 پایه قرار میگیرن. همونجوری که می‌بینید تقریبا رنگ خاکستری رنگو داره. 3 تا پایه زیرش هستش. پایه‌های ورودی خروجی رو برای مسیرهای NFC دستگاه داره، چون تو این سلفی که بسته سلفی که یا ما سلف هسته آهن که دیدیم تو بحث مسیر NFC مون بودش. حالا اینجا رو اگر شما دقت بکنید ما سلف های موازی هم داریم.
با توجه به اینکه سلف قابلیت اینو داره که برق از خودش عبور بده به راحتی و تو تست بازر یا همون تست بیزر کاملا اتصال برقرار میشه، شما می‌بینید که سلف ما یک لاینش در مسیر و یک لاینش در GND هستش. یعنی لاین ما در اصل در زمان تست بازر و یا تست بوق این لاین کاملا شورت هستش و بوق میزنه. همونجوری که می‌بینید توی لاین LAT یا همون لاین آنتن ما قرار داره، سلف 900 هستش، 10 نانو هنری هستش و عرضم به خدمتتون که با اندازه کاملا کوچیک و توی حالا مداری هم که زده مدار رفرنس آنتن اصلی دستگاه هستش که خب من اگر بخوام یه مدارم از زوم در بیارم، همونجوری که توی مسیر خود آیسی میبینید دو تا پایه ANT 1 پایه ANT 2 مسیرهای اصلی آنتن دستگاه هستن که وارد آیسی های بند ما، میدل بند ما و در کل تقویت آنتن ما شدن. خب بریم قسمت های دیگه از نقشه رو چک بکنیم. خب اینجا کاملا توضیح دادیم که مسیر سلف به صورت موازی هستش و لاین ما به صورت کاملا شورت وجود داره. خیلی از جاها توی لاین آنتن شما میتونید این سلف های موازی رو ببینید. همینجا هم که مشخصه توی خیلی از لاین های آنتن ما سلف های موازی رو داریم که کاملا مشخصه پایه ها داخل لاین GND هست. خب دوستان یه نکته خیلی جالبی که شما ممکنه که توی سلف ببینید، ضریب خطای مثبت منفی سلف هستش. حالا ما اینجا توی سلف L1030 شما راحت بتونید ببینید که ضریب خطای ما ضریب خطای مثبت منفی 3% هستش. کمی قبلتر توضیح دادم در مورد ضریب خطا و اینجا شما کاملا خودتون میبینید که ضریب خطای سلف ما مثبت منفی 3% هستش که برخلاف خازن محمد که ضریب خطا و مثبت منفی اینجا تو سلف خودش میزنه. همینجوری که باز شما اینجا میبینید ضریب خطا رو خودش مشخص کرده بود، 3/3 تا 1/10 نانو هنری رو شما اینجا کامل میتونستید ببینید. حالا یه نکته خیلی جالبی که در مورد بحث سلف و یا خیلی از قطعات توی نقشه وجود داره، این عبارتی هستش که شما میتونید ببینید ناستوف رو هستش که این قطعات موجود در نقشه و ناموجود بر روی بورد هستن. یعنی این قطعات مونتاژ نشدن هنوز. شما میتونید این قطعات رو مونتاژ بکنید خودتون، ولی خب با میزانی که خود نقشه در نظر گرفته. همونجوری که میبینید این سلف داخل خود دانگل به عنوان یه سلف معمولی قرار داره با رنگ آبی، ولی خب شما اگر رو خود بورد دستگاه رو ببینید این قطعه هنوز مونتاژ نشده و روی دستگاه وجود نداره. بریم یه توضیح کاملا در مورد سلفای هسته آهن بدیم که خب خیلی ها اینا رو به عنوان فیلترهای تصویر ممکنه که بشناسن. حالا تو بعضی از نقشا به عنوان کیو نشون داده میشن، تو بعضی از نقشا به عنوان سلفای هسته آهن و یا فیلترهای تصویر شما میتونید ببینید که باز عبارت L داخلشون مشخص هستش. 4 تا پایه دارن که پایه های 1 و 4 به هم وصل هستن و پایه 2 و 3 به هم وصلن که خب خیلی از دوستان تو بخش تعمیر در صورت خرابی اینا میان پایه های روبرو هم و به هم جامپر میزنن. اینجا هم داخل نقشه شما کاملا شماتیکش رو میبینید که 2 تا سلف روبروی هم و 2 تا خط موازی باز روبروی هم هستش که این سلف ها رو به عنوان سلف های هسته آهن مشخص میکنه. عبارت L کاملا مشخص هستش که نشون دهنده سلف هستن و نمادی هم که حالا کاملا مشخصه توی یک لاین هستن. حالا سمت چپ دیسپلی دیتا پازیتیو نگاتیو رو هم شما کامل میتونید ببینید. دیسپلی کلاک مثبت، دیسپلی کلاک منفی مشخص هستش. نکته که وجود داره همونجوری که بهتون گفتم این قطعات به عنوان قطعات فیلتر تصویر هستن و همونجوری که میبینید عبارت هرتز رو به عنوان فرکانس ها و یا کلاک های دیتای تصویر تو خودشون نمایش میدن. همینطور چون سلفامون عمومی هستن همونجوری که گفتم کاملا قابل جامپ هستن، به همین دلیل هستش که خب خیلی از تعمیرکارا در صورت خرابی اینا پایه های روبروی هم رو
به همدیگه جامپر میزنن. و نکته‌ای هم که وجود داره، این قطعه هم داره کد فنی هستش و اگر بخواید تعویضش کنید حتما باید قطعه مشابه خودش رو به کار ببرید و قطعات غیر مشابه کار نمیکنن. نکته مهمی که توی بحث سلف وجود داره، بحث سلف ها توی اندرویدی هستن. همونجوری که میبینید باز همون اتفاقی که توی آیفون افتاده اینجا توی اندروید هم میفته و سلف رو با عبارت سی هم دارن نشون میدن، در صورتی که خب اینجا سلفمون هانری هستش و خازنمون با عبارت فاراد اندازه گیری میشه. همونجوری که این عبارت F در انتها، عبارت H در انتهای اندازه‌گیری سلف هستش. جفت قطعا به یک اندازه هستن، کاملا توی نقشه کنار هم قرار دارن و کاملا باعث انحراف شما توی بحث شناخت قطعات میشن. باز توی نقشه های اندروید هم میبینید که قطعات اوپن رو ما داریم که قطعات باز ما اصطلاحاً هستن. توی بحث نقشه خونی بازم توی مدار آنتن وجود دارن. شما میبینید که بازم با عبارت سی، با اینکه نماد سلف هستش ولی با عبارت سی دارن نشون میدن اینا رو. خب یه سری اصولی هستش که خب شاید تو خود شرکت باشه، ما خیلی ازش خبر نداریم که چرا این کار انجام میدن، چون تو خیلی از نقشه ها هستش عبارت اوپن رو میبینید قطعات به صورت موازی هستن. بازم این قطعات هم قطعات مونتاژ نشده برد ما هستن که شما روی برد این قطعات رو نمیبینید. باز توی بحث لاین های آنتن ما توی باند 20 شبکه مخابراتی میبینید که باز ما لاین شورت رو داریم و سلفی که به صورت موازی قرار گرفته. بخوایم یه نکته خیلی مهم در مورد بحث نقشه خونی سلف توی اندروید بدیم، مربوط به بحث تصویر هستش. مسیر آیسی بکلایت رو ما داریم. خیلی از گوشه اندرویدی مشکل برمیخورن که گوشی تصویر خیلی تاریکی داره و یا اینکه با وجود LCD نو، آیسی بکلایت نو، مسیرهای درست تغذیه، باز گوشی تصویر نداره یا نور خیلی کمی هستش. به همین دلیل وجود سلف ها توی لاین های بکلایت ما، خروجی بکلایت ما، ورودی بکلایت ما، لاین های LED ما، لاین ولتاژ های ما کاملا مشخص هستش توی بحث تصویر. و همونجور که میبینید ما خیلی سلف دور مسیر ورودی و مسیر خروجی و مسیر سویچ ولتاژ داریم. مسیر ویبت ما یک ولتاژ مشخص رو داره به ولتاژ بکلایت تبدیل میکنه که خب یه سلف سر راه هستش که وظیفه افزایش ولتاژ رو داره، سلف بوستری ما هستش. مسیر ویبت رو به مسیر ولتاژ بکلایت تبدیل میکنه. مسیر ولتاژ بکلایت ما که از این مسیر تامین شده میاد به عنوان پایه ورودی وارد آیسی میشه. باز میبینید که یه سلف توی مسیر وجود داره، سلف توی مسیر ورودی وجود داره و همه این سلف ها میتونن در صورت خرابی باعث این بشن که شما تصویر نشته باشید. توی BL out هم که شما باز میبینید که زمانی که سویچ بشه و دیود مسیر یک طرفه بکنه، باز در انتها ما سلف داریم. توی لاین های LED هم ما سلف داریم. تمامی موارد مربوط به سلف رو توضیح دادم. امیدوارم که این آموزش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو ما رو همراهی کردید. امیدوارم که با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن و زدن زنگوله ما رو حمایت بکنید تا آموزش‌های تخصصی‌تر، دقیق‌تر و سطح بالاتری رو براتون بسازیم.